درود بر شما، خوش اومدید به چنل تاریخ دراما. قبل از هر چیزی باید عذرخواهی بکنم بابت این وقفه‌ای که افتاد و بار اولا متاسفانه نبود. واقعا ببخشید جدا از همه کسانی که خصوصا از گذشته دارن همراهی میکنن تاریخ دراما رو. یه عذرخواهی ویژه بدهکارم، به دلایلی واقعا نشد. منتها من خیلی در تلاشم این مدت، حداقل این یک ماهه، که زودتر دوران رضا شاه رو تموم کنیم و بریم سراغ دوران محمد رضا شاه. دو تا موضوع رو هم حتی من داشتم باور کنید کار میکردم. یکیش راجع به عملیات‌های نازی ها بود توی ایران و یکیش هم راجع به پزشک احمدی. هر دو تا رو هم خواهم ساخت در آینده. منتها هر قدر من کار کردم، هر قدر تلاش کردم تموم بکنم، واقعا هم به خاطر مشکل حالا وزیق وقت و هم مسائل دیگه از اون کارهایی شد که نگرفت. هرچی پیش بردم اینها رو، تصمیم گرفتم هرچی زودتر رضا شاه رو دورش رو تموم کنم، بریم وارد دوران محمد رضا شاه بشیم. حتی سناریوش هم آماده است، آغاز پادشاهی محمد رضا شاه، و تا سال 57 رو پیش میریم با هم. فقط توی این بین ممکنه من در آینده چند تا ویدیو هم دوباره راجع به دوران رضا شاه بسازم برای اینکه بررسیش رو دیگه تکمیل بکنیم. این رو فقط خواستم اطلاع بدم. این ویدیو هم راجع به شکست ایران توی جنگ جهانی دوم از چند تا از ارتش‌ها، انگلیس، روسیه، استرالیا، هند حتی، و اینو من پارسال ساختم. منتها به خاطر اهمیتش، اینکه حرفایی واقعا توشه که به نظرم لازم افراد بیشتری ببینن، خیلی از شماها ندیدید یا یادتون رفته، تدوین مجدد کردم. پیشنهاد میکنم حتما تماشا بکنید و یه جورایی این ویدیو دیگه پایان فعلی دوران موقت دوران رضا شاهه. یعنی با این قضیه دیگه میبندیم با این ویدیو و انشالله از فردا ویدیوی دوران محمد رضا شاه میاد و دیگه شروع میکنیم اون دوران رو. هم صوتیش میاد هم تصویریش میاد و امیدوارم که دیگه واقعا وقفه‌ای توی کار تاریخ دراما رقم نخوره. پرونده نخست وزیرا، پرونده سازمان مجاهدین، همه اینها رو هم پیش میبرم. واقعا ببخشید و ممنون میشم که با حالا نظری اگر دارید یا اگر محبت کنید کامنت، لایکی بکنید یا هر چیزی، همین که نگاه بکنید تا آخر، خودش یک حمایت فوق‌العاده است. انگیزه میگیرم و انشالله که بریم و تاریخ ایران رو یه بازخوانی انجام بدیم. چیزایی که بهمون نگفتن، دروغ شنیدیم یا هر چیزی رو مثل همیشه مجدد بریم سراغشون و بازخوانی بکنیم. بریم برای مسئله این که ایران چرا شکست خورد، یا اصلا واقعا شکست خورد، باید این رو یک شکست تحقیرآمیز به حساب بیاریم یا نه مسئله جور دیگه ای بوده. این رو توی ویدیو بهش جواب میدم. همراه هم باشید. امروز 3 شهریور 1402، 82 سال پیش همین موقع انگلیس و شوروی از جنوب و شمال به کشورمون حمله کردن، ایران رو اشغال کردن و پادشاه قانونی کشور رو عزل کردن، مجبور کردن که استعفا بده و تبعیدش کردن. ما در مورد این جنگی که 3-4 روزه ایران رو کامل تسخیر کردن چیزهای زیادی شنیدیم. یعنی خیلی از جملات حتی به صورت دیگه تکراری و کلیشه‌ای در اومده که مثلا وقتی اینا حمله کردن، فرماندهان ارتش ایران لباس زنانه به تن کردن و فرار کردن از پادگان ها، اون مراکز نظامی با لباس زنانه. بعد نمیدونم نیروهای سربازها و رده پایین‌تر لباسهای نظامیشون رو در آوردن و تو شهر آواره شدن، سلاح خودشون رو میفروختن که مثلا یه لقمه نون از یک جایی از یک کسی بگیرن و بدون اینکه یک گلوله‌ای شلیک بشه، بدون اینکه خونی از دماغ کسی بیاد، ارتش ایران تسلیم شد و اونها متجاوزین اومدن و ایران رو اشغال کردن. این جملات رو بارها و بارها شنیدیم از نسل قبل خودمون، از که اونا مثل ما ندیدن جنگ رو ولی اینجوری روایت کردن از رسانه ها. خیلی از رسانه ها گفتن که آره اون ارتشی که رضا شاه انقدر خرجش کرده بود و انقدر بهش میبالی در چند ساعت پکید از هم و نابود شد. اما باید ببینیم واقعیت داره این قضیه یا نه. 82 سال گذشته و ما نباید درگیر جملات کلیشه‌ای بشیم. باید واقعیت رو ببینیم که آیا واقعا ارتش ایران انقدر بزدل و ترسو بود یا نه. اون چیزی که ما شنیدیم هم تماما حقیقت نداره و ماجرا چیز دیگه ایه. با من همراه باشید. 2 سال پیش ساعت 4:10 صبح عملیاتی با کدنیم کانتننس یا همون نقاب انجام شد و در عرض چند ساعت
شهرهای مرزی رو مورد حمله خودشون قرار دادن، هم شوروی از شمال و هم انگلیس و نیروی دریایی سلطنتی استرالیا و سربازان پیاده نظام و سوار نظام هندی. در واقع 4 تا کشور متحد شدن و ایران رو اشغال کردن. فقط قبل از اینکه وارد این بحث شیم و من بیام جزء به جزء بررسی بکنم این عملیات رو، این رو بگم که شاید شما بگید خب چرا فقط رفتی سراغ عملیات، قبلش چی؟ باید قبلترش رو میگفتی که چرا جنگ شروع شد، چرا این اتفاقات افتاد. خب من هم توی سگانه رضا شاه، تو پادکست تاریخ دراما سگانه رضا شاه بررسی کردم این رو، هم توی کلیپ های مختلف. مثلا توی این کلیپ من اومدم گفتم که رضا شاه چطوری از موسولینی کمک گرفت و نیروی دریایی ایران رو ساخت. توی این کلیپ من اومدم گفتم رضا شاه رو چطور تبعید کردن و رادیو BBC فارسی چه نقشی داشت به عنوان یک نمونه. و توی کلیپ های دیگه، حتی توی این کلیپ من اومدم گفتم که رضا شاه وقتی تبعید شد، از لحظه تبعیدش تا موقع فوت چه برش گذشت، چه روزهایی رو گذروند. بنابراین اینجوری هم نیست که مثلا فقط من تمرکزم رو این قضیه باشه، روی قضیه جنگ باشه. قبلتر من بررسی کردم خیلی چیزها رو و بعد از این کلیپ برید ببینید. در انتهای این کلیپ رو هم پلیلیست رضا شاه رو هم میذارم، حتما پلیلیستش رو تماشا بکنید. خلاصه بریم سراغ ماجرای جنگ 3 شهریور. وقتی که عملیات بارباروسا انجام شد و در طی این عملیات هیتلر و متحدینش بالغ بر 3,500,000 نیروی نظامی رو فرستادن به سمت مسکو تا کلن روسیه و جماهیر شوروی رو تسخیر بکنن، نیویورک تایمز و یه تحلیلگریش نشسته بود و داشت اینجوری تحلیل میکرد. میگفت حالا که از نظر کارشناسان نظامی این اتفاق افتاده، یک قطعیت تلقی میشه که اگر رایش موفق بشه و آلمان ها قفقاز رو اشغال بکنن، بعدش به سمت ایران و خلیج فارس میان و مواضع بریتانیا رو در خاورمیانه در اختیار میگیرن و بعد هم برای تسخیر عراق میرن. کلن مسئله قفقاز بود و بعد خاورمیانه. اصلا خاورمیانه رو تا حدی، حداقل ایران رو تا حد زیادی اون موقع توی جنگ انگلیس به خاطر این میخواست که بتونه به شوروی کمک برسونه و شوروی هم قفقاز براش مهم بود چون چاهای نفت زیادی اونجا هست و هیتلر هم اونجا رو میخواست. بخشی از این جنگ سر نفت همون قفقاز بود و نفت ایران و این جنگ ها به دلایل مختلف انجام می شده دیگه، فقط یک دلیل که نداشته. نفت خیلی اهمیت داشت توی این جنگ جهانی دوم. بنابراین انگلیس نیاز به یک بهانه‌ای داشت که بتونه اذهان عمومی رو تو کل دنیا آماده بکنه، اذهان عمومی بپذیرن که ایران باید اشغال بشه و اون هم بهانه‌ای بود که میگفتن 5,000 نیروی آلمانی تو ایران هست، عددی که اغراق شده بود و عموما خود ایران میگفت 1000 نفرن و اکثرا هم تکنسینن، نیروهای آلمانی هن که اومدن تو بخش‌های مختلف صنعتی به ایران کمک بکنن. اما اونها انگلیسی‌ها میگفتن که نه، اینها خیلی هاشون جاسوسای هیتلرن تو ایران و قراره که ایران رو در اختیار هیتلر بذارن که هر بلایی میخواد سر ما و شوروی بیاره. بنابراین بهونه رو جور کرد انگلیس و 2 تا نامه تهدیدآمیز هم به ایران داد، اولیش توی جولای و دومیش توی آگوست، یعنی 1 ماه و 2 ماه قبل از حمله، و ایران هم جواب درخوری نداد. در مورد این که چرا جواب نداد هم توی پادکست تاریخ دراما گفتم. رضا شاه درگیر یک اشتباه محاسباتی شده بود و تصور میکرد که ورماخت یا همون ارتش آلمان نازی در حال پیشروی تو جبهه شوروی، تو جبهه شمال ایران و احتمالاً با این وضع هیتلر پیروز میشه. بنابراین رضا شاه خیلی جدی نمیگرفت تهدیدها و هشدارهای انگلیس و شوروی رو، ضمن اینکه چرچیل و استالین با هم دشمن بودن و این حمله هیتلر به شوروی باعث شد که اینها با هم متحد بشن، استالین و هیتلر، و 2 نفری بیان سر وقت ایران، چیزی که شاید رضا شاه خیلی احتمالش رو نمیداد. بنابراین یک اشتباه محاسباتی و جواب ندادن به اون هشدارها باعث شد که اونها حمله بکنن و نهایتاً روزی که حمله کردن، رضا شاه سفرای هر 2 کشور رو، سفرای شوروی و انگلیس رو خواست و ازشون پرسید که حالا اگر من آلمانی ها رو اخراج بکنم این جنگ تموم میشه و اونها دیگه جواب مشخصی ندادن چون دیر شده بود برای این کار. اما ایران به طور کلی واکنشش نسبت به این جنگ چی بود؟ کلا سوال اصلی اینه دیگه، آقا ایران در برابر این جنگ چی کار کرد؟ یه روایت هست که میگه دولت علی منصور که اون موقع روی کار بود غافلگیری شد، حمله کاملا ناگهانی بود و تا ایرانی ها به خودشون بیان شوروی رسیده بود قزوین و
از جنوبم انگلیس کل اون مناطق خرمشهر و اهواز و آبادان و همه اینا رو گرفته بود. ولی روایت‌های دیگه‌ای هست که میگه نه این کاملا دروغه. مثلا کتاب ایمورتال که نویسندش استیون وارد سال 2009 این کتاب ایمورتال رو مینویسه و از یه ژنرالی که توی جنگ هم بوده به اسم ژنرال آرچیبالد نقل میکنه. میگه معلوم بود که دولت ایران کاملا انتظار پیشروی اولیه بریتانیا در خوزستان را داشت و نیروهای کمکی از جمله تانک‌های سبک و متوسط را به اهواز فرستاده بود. حالا یه چیز جالبتر، یه نشریه‌ای مونده مال 1-2 سال بعد از جنگ تقریبا به اسم لندن گازت که این اومده بررسی کرده اون حمله انگلیس و شوروی به ایران رو و قبل تره، چون اینا یه تاریخچه هم داشته دیگه، پیش زمینه داشته. اینا اول میرن عراق رو تسخیر میکنن چون دولت وقت عراق هم با نیروهای محور بوده. اونا اول میرن عراق، بعد وقتی نیروهاشون تو عراق مستقره و تو هند هم که از قبل بوده حالا میان ایران رو تسخیر میکنن. این نشریه لندن گازت اومده بررسی کرده. اولش نقل میکنه که از دولت پادشاهی انگلستان به ژنرال کوینان یه نامه داده شده و از ژنرال کوینان خواسته شده که یه مدت صبر کن، بذار ما فشارهای دیپلماتیک رو روی ایران بیاریم، وادارشون بکنیم که نیروهای آلمانی رو اخراج بکنن و اجازه بدن که ما آذوقه و مهمات و نیرو برسونیم از طریق راه آهن جنوب به شمال ایران که به شوروی کمک بکنیم. اگر اجازه ندادن تو این نیروهایی که ما میخوایم رو آماده کن. حالا لیست کرده این نیروها رو که چه نیروهایی، نشون میده که چقدر قوی بود و چقدر زیاد بودن اینا. تو پرانتز بگم که ژنرال کوینان یکی از ژنرال‌های با تجربه و پخته ارتش انگلستان بوده و یک ارتشی خودش، یک لشکری خودش داشته به اسم لشکر دهم. این لشکر دهم خیلی قدرتمنده، نمادش رو هم دارید میبینید، لوگوش رو، و اینا به کمک همین ارتش دهم تونستن هم عراق رو تسخیر بکنن و هم یک بخش‌های زیادی از ایران رو بگیرن. ببینیم چی از کوینان خواسته شده. گفتن که با نیروهای هندی، یه لشکر پیاده نظام هندی، یک تیپ سوار نظام مکانیزه هندی و 2 هنگ زرهی هندی باید میادین نفتی و پالایشگاه آبادان رو تسخیر بکنی. بنابراین هدف اول اینه که با هندی ها پالایشگاه آبادان رو باید در اختیار بگیری. کلا عکس هایی هم که مونده میبینیم دائما نیروهای هندی رو داریم میبینیم که دارن از خطوط نفتی و ساختمون های پالایشگاه آبادان محافظت میکنن. کلا دست هنده. گفتن شما مراقب باشید یه تیر به این ساختمون ها نخوره. مورد دوم نیروهای دریاییه. هم نیروی دریایی سلطنتی انگلیس هم نیروی دریایی سلطنتی استرالیا که اینها باید در قالب 3 یا 4 لشکر و 2 گروهان پیاده برن برای اشغال بندر شاهپور و تصرف بندر و بعد اون سازمان کشتیرانی رو هم کامل بگیرن. سومین مورد تیپ سوار نظامیه که از فلسطین، تا الان تو فلسطین بوده، حالا داره میاد برای ایران و قراره که این تیپ سوار نظام بره برای اشغال بوشهر و میدان نفتی شاه. و گردان 24 پیاده نظام هند که توسط یه اسکادران پشتیبانی میشه و از بصره میره به سمت خرمشهر. قرار خرمشهر رو هم کامل با این گردان بگیرن. بعد دیگه برنامه‌ریزی کردن که چطور اهواز و کوت عبدالله و کرمانشاه و قصر شیرین رو تسخیر بکنن. از شمال هم که شوروی داره میاد، نهایتا اینها قراره توی قزوین به هم دیگه برسن که نهایتا هم میرسن. حالا از شمال هم استالین حمله میکنه با 3 لشکر حمله میکنه به ایران، ولی مثل چرچیل چپش پر نیست. چرچیل خب کلی نیروی دریایی و زمینی داره، از کشورهایی که گفتم متحدش بودن کمک میگرفت، ولی استالین که زیر آتیش شدید نیروهای محور هست زیاد نمیتونه نیرو بفرسته. 3 تا لشکر میفرسته که پشتیبانی هوایی دارن، کلی هواپیما هم اینا رو پشتیبانی میکنن، تا اینکه تی-26 روس‌ها گفته شده که به ایران فرستادن. خب حالا همین نشریه لندن گازت در مورد ایران چی میگه؟ میگه که رضا شاه این نیروهایی که الان میخوام بگم رو آماده کرده بوده از قبل برای جنگ، چون اینها احتمال میدادن که انگلستان از سمت جنوب بیاد برای اهواز و حتی برای کرمانشاه هم گویا برنامه‌ریزی کرده بودن. رضا خان دستور داده بود که لشکر 6 خوزستان مسئول منطقه اهواز آبادان خرمشهر بشه. از تهران هم 16 تا تانک سبک، 10 تا ماشین زرهی، 4 تا هواپیما و یه سری تجهیزات نظامی برای نیرو دریایی اون منطقه فرستاده بودن. برای محافظت از کرمانشاه هم لشکر 5 کردستان، لشکر 2 کرمانشاه، یه لشکر ترکیبی از تهران و یه تیپ از لشکر 3 اصفهان رو فرستادن.
بنابراین این توی این مناطق طبق این روایت آمادگی بوده از قبل. حالا طبق این روایت انگلیسا میگن که وقتی نیروهای هندی ابتدا از کشتی پیاده شدن تا برن به سمت آبادان و اون پالایشگاه رو بگیرن، میگه اولا نیروهای ایرانی خواب بودن. این روایت انگلیس هاست، میگه خواب بودن. بعد یه سری از اینها همون اول سوار کامیون شدن و فرار کردن. ولی همین روایت انگلیسی اون طرفش هم میگه که مثلا مسلسلای ایرانی دائما داشت اینها رو میزد و بعد که هندی ها وارد شدن یه نبرد تن به تن شکل گرفت که خیلی ها اونجا کشته و زخمی شدن. حالا توی تهران روز اول جنگ رضا شاه خبر این حمله رو به خانواده‌اش میده، ازشون میخواد که هرچه زودتر تهران رو ترک بکنن برن به اصفهان، چون هنوز اصفهان زیر آتش جنگ نیست، چون همون اول هواپیماهای شوروی اومدن قزوین و تهران و حتی یه سری شهرها رو بمباران کردن، ولی اصفهان فعلا امنه. ولی خود رضا شاه و ولیعهد محمد رضا پهلوی میمونن توی تهران که کارها رو مدیریت بکنن. سر بولارد سفیر انگلستان توی ایران و آندری اسمیرنوف سفیر شوروی توی ایران، اون دو نفری که همون روز اول رضا شاه باشون جلسه میذاره و سعی میکنه که با این دو نفر مذاکره بکنه، ببینه میتونه به طریق دیپلماتیک قضیه رو حل بکنه، ولی نه، میبینه که دیگه دیر شده برای این جریان. بعد به رئیس جمهور آمریکا یه تلگراف میزنه، ازش میخواد که دخالت بکنه، ولی رئیس جمهور آمریکا خیلی جواب مشخصی نمیده، فقط میگه که من قول گرفتم از چرچیل و استالین که استقلال و تمامیت ارضی ایران حفظ بشه. اون تلگرافیه که میده رئیس جمهور آمریکا به رضا شاه، ولی نمیگه که مثلا من کمک میکنم که این جنگ تموم بشه، چون رضا شاه ازش خواسته بود که این اشغال بیرحمانی ایران باید هرچی زودتر تموم بشه. نبرد انگلیسا تو جنوب برای تصرف آبادان و خرمشهر با قدرت ادامه داره. آبادان که خب گفتم پالایشگاه آبادان خیلی مهمه. سال قبل یعنی 1940 همین پالایشگاه تونسته بود 8 میلیون تن نفت رو پالایش بکنه و انگلستان براش مهم بود که بدون اینکه آسیبی به اینها برسه تصرف بشن توسط نیروهای هندی که مبادا به دست آلمان ها بیفتن. از اون طرف تو خرمشهر نیروهای ایرانی عرب دارن با تمام وجود دفاع میکنن و توی اون منطقه گزارش شده که درگیری خیلی سنگین بوده، تن به تن درگیر میشدن با هم و ایران خیلی اونجا کشته میده نهایتا. توی کتاب ایران در جنگ نوشته کاوه فرخ گفته شده که اتحاد جماهیر شوروی از شمال بیشتر از سمت ماورای قفقاز حملات خودش رو شروع کرده بود. لشکرهای 44 و 47 به رهبری ژنرال کوزلوف که یه جورایی مشهورترین ژنرال شوروی توی حمله به ایران بود و از اون طرف لشکر 53 ناحیه نظامی آسیای مرکزی حمله کردن و استانهای شمالی ایران رو اشغال کردن و نیروی هوایی هم که گفتم داشتن. حالا در مقابل این رو هم بگم که ذکر شده دارایی ارتش ایران این بود که کلا 9 تا لشکر رو بسیج کرده بود، 9 تا لشکر پیاده که برخیشون موتوردار هم بودن، 2 تا لشکر از اینا تانک هم داشتند، 100 تا تانک سبک FT6 و پانزر و یه چند تا تانک AH5. بعد خودروهای زرهی لافرانس TK6 داشتند. یه سری هواپیما که حالا دارید میبینید تصویرش رو، کلا هواپیماهای خیلی قدری نبودن، یعنی بیشتر نیرو دریایی و نیرو زمینی ایران قدرت داشتن، نیرو هوایی. کما اینکه رضا شاه تلاش کرده بود که با همکاری آمریکا و بعد به یه سری کشورهای دیگه پیام داده بود که بیاید مثلا به کمک هم یه کارخونه هواپیماسازی تو ایران راه بندازیم قبل از جنگ، چند سال قبل از جنگ. ولی مثلا سر همون قضیه هم نامه‌ای که به آمریکا داده بود و خواسته بود که تو ایران نمایندگی بوئینگ رو بزنن، مثلا انگلیس گویا دخالت کرده بود و نگذاشته بود. این رو من قبلا توضیح دادم، انگلیس نذاشت که تو ایران کارخونه هواپیماسازی تأسیس بشه. روس‌ها توی اون حملات هوایی یه تعداد از غیر نظامیان رو هم کشتن. حدوداً گفته شده که توی این جنگ 200 تا غیر نظامی ایرانی کشته شده. کلاً 800 تا کشته شده ایرانی روایت شده، یعنی گفتن ایرانی‌ها 800 تا کشته دادن که 200 تاش غیر نظامی بوده و روس‌ها چون هواپیماهاشون میرفتن بمباران کور می‌کردن تو خیلی از شهرها، خیلی از افراد حتی تو تهران هم کشته داد این بمباران هوایی. بعد یه سری کارهای دیگه که انجام میدادن این بود که هواپیماهاشون میرفتن بریه‌هایی رو میریختن پایین و میگفتن که
یا تسلیم بشید یا مثلا فلان میکنیم. بعد یه جاهایی میگفتن که ما کاری با شما نداریم، ما فقط میخوایم آلمان رو بزنیم. حالا اینکه این برگه ها به چه اسمی بودن و اینها مشخص نیست دیگه، جز اون حرفایی که زده میشه، خیلی منبع موثقی نیست، تصویری من تا حالا ندیدم از این برگه ها. تو جنوب همچنان نبرد ادامه داره برای تسخیر اهواز و آبادان و خرمشهر. از اون طرف تو کرمانشاه نیروهای زیادی از سمت بصره اومدن، دارن میخوان کرمانشاه رو تسخیر بکنن. جاده کرمانشاه شاه‌آباد توسط توپخانه ارتش ایران بمباران شده کامل و این جاده رو میخوان اجازه ندن انگلیس‌ها ازش رد بشن، چون اگر از اینجا رد بشن دیگه راحت میتونن خودشون رو به هر منطقه‌ای که میخوان برسونن و این جاده رو توپخانه ایران شخم زده. همین قضیه باعث میشه که یه مدت نیروهای ارتش انگلستان اونجا نتونن خیلی پیشروی داشته باشن و ایرانی هم دارن هجوم میارن به سمتشون. انقدر قدرت ندارن ولی به هر حال دارن مقاومت میکنن توی اون 2-3 روز اول جنگ. اما در کنار این مقاومت نیرو زمینی ایران، نیرو دریاییش هم قراره که جلوی حملات انگلستان و استرالیا، نیرو دریایی استرالیا رو بگیره. خب ایران زمانی که رفت با موسولینی قرارداد بست، تیمورتاش رفت مخفیانه با موسولینی قرارداد بست و ازش خواستن که یه سری ناوچه و ناو و اینها رو تحویل ایران بده. چند سال بعد 2 ناو 950 تنی به اسم ببر و پلنگ تحویل ایران داد که هر کدوم 80 نفر ظرفیت داشت. بعد دیگه حالا یه سری ناوچه دیگه بود، یه سری قایقای گشتی بود، یه سری ناوچه‌های مینیاب بود که اینها رو توی این کلیپ توضیح دادم، قضیه‌اش چی بود، چقدر پول داده شد، چیا رو تحویل گرفت. اما این ناوهای ببر و پلنگ خیلی اهمیت داشت و قرار بود که این دوتا توی اون آبهای جنوب ایران مقاومت بکنن جلوی حملات انگلستان و استرالیا. اما همون روز اول یا روز دوم جنگ یه ناو انگلیسی به اسم HSM شورهام ناو پلنگ رو غرق کرد، رفت و شلیک کرد و ناو پلنگ رو کامل غرق کرد و حالا فقط ناو ببر مونده بود. از اون طرف یه رزم ناو استرالیایی به اسم کانیمبلا میره به سمت بندر شاپور، تو سمت اسکله اون منطقه مستقر میشه و با ناو ببر درگیر میشه و اینها موفق میشن ناو ببر رو غرق بکنن. بنابراین توی همون 2-3 روز این 2 ناو رو ایران از دست میده و ضربه خیلی بدی بود به روحیه سربازای نیرو دریایی. از اون طرف رئیس نیرو دریایی ایران غلامعلی بایندور به شهادت میرسه توی همین نبردهای دریایی، در حالی که داشت رهبری میکرد ایرانی ها رو که مقاومت بکنن جلوی این ناوهای خارجی، به شهادت میرسه. این قضیه که جاویدنام غلامعلی بایندور دیگه نیست، باعث شد ضربه دیگه‌ای بخوره به روحیه سربازان ایرانی و عملاً دیگه نیرو دریایی ایران بعد از این اتفاقات کامل از دست رفت، دیگه نتونستن خودشون رو کنترل بکنن، در واقع دفاع سازمان یافته‌ای نتونستن بکنن و اگر دفاعی هم میشد پراکنده بود، نفرات خودشون تلاش میکردن، سازمان یافته دیگه نبودن مثلا. و در آخر توی اون ساعات پایانی جنگ انگلیس ها به کمک نیروهای هندی همه قدرت خودشون، همه زورشون رو گذاشته بودن که برسن به کارون. تو سمت شرق و غرب کارون داشتن مبارزه میکردن. ایرانی هم یه سری تکتیرانداز رو مستقر کرده بودن، تکتیراندازای ایرانی میزدن اینها رو، هم کلی تانک و نیروی زرهی و نیروی پیاده مستقر شده بود و خیلی گویا جانانه دفاع کردن. حدوداً 350 تا کشته ایران فقط سر همون قضیه شرق و غرب کارون داد. یعنی اگر 800 تا کشته واقعیت داشته باشه، نصفش حدوداً تو همین منطقه بود و خیلی جانانه دفاع کردن و انگلیسان موفق نشدن خیلی پیشروی بکنن تا اینکه خبر رسید که فرماندهان ارتش ایران آتشبس اعلام کردند و عملا تسلیم شدند. گفته شده که ایرانی ها و انگلیسی ها تو بخشی از آتشبسشون توافق کرده بودن که ایرانی ها سلاح خودشون رو تحویل انگلیس ها ندن، ایرانی ها سر پستشون بمونن، مثلا کارشون رو بکنن و انگلیس‌ها بتونن اون اهدافی که دارن رو پیاده بکنن دیگه، نیرو و مهمات بفرستن شمال، از چاهای نفتی و از پالایشگاه مراقبت بکنن و آلمان رو بیرون بکنن. این گفته شده که جزوی از توافق بوده و کلا آماری که هست تو همین نشریه لندن گازت هم گفته شده، کلا انگلستان و متحدینش توی این نبرد 3-4 روزه 22 تا کشته و 44 تا زخمی دادن. حالا که مشخص شد قضیه جنگ
چطوری بود و اینجوری نبود که ایران همون اول ارتشش کامل سلاح بذاره زمین و فرار کنه و چه میدونم لباس زنانه بپوشن و چون اینجور موارد میدونید دیگه مثلا یه مورد دو مورد بوده تک و توک، بعد اینا دیگه مونده تو حافظه تاریخ شفاهی کشور مونده، هی دست به دست شده و حالا الان میگن مثلا همه فرمانده ها این کارو کردن. حالا گیریم 2 نفر 3 نفر این کارو کردن، نباید تعمیم داد به همه. ولی چیزی که مشخصه حتی از روایت خود انگلیسا و کتاب‌هایی که مونده اینه که ایران ارتشش درسته که کاملا در موضع ضعف قرار داشت. عملا 4 تا کشور حمله کرده بودن از شمال و جنوب به ارتش ایران. ارتش ایران هم درسته که پول خرج شده بود، مدرن شده بود، ولی هنوز به اون سطحی نرسیده بود که بتونه با 2 تا ابرقدرت همزمان بجنگه. این ارتش بیشتر برای نظم دادن به داخل، بیشتر برای دفع اوباش، برای حفظ امنیت داخلی بیشتر در واقع تأسیس شده بود و کار می‌برد تا بهشون ارتشی که باید. شاید 10 سال دیگه کار می‌برد تا هم نیرو هوایی، نیرو زمینی، نیرو دریایی به اون قدرت برسه. و اینها بد موقعی حمله کردن و اصلا کاری نداریم تو چه سلسله‌ای بوده. ارتش ایران کجای تاریخ شما سراغ دارید که ذکر شده باشه توی یک جنگی کل ارتش ایران سلاح بذاره زمین و فرار بکنه؟ کل، حالا چون میگم موردی شاید بوده یه جاهایی، تو هیچ سلسله این اتفاق نیفتاده. و اگر مثلا حالا کسی با یه سلسله دشمنی داره مسئله نیست، ولی چرا غیرت نظامی های ایران، ارتش ایران رو زیر سوال میبرید؟ چرا تحقیر میکنید، تحقیرآمیز نگاه میکنید به این همه ایران کشته داده، این همه شهید داده توی این جنگ، این همه زخمی شدن و دیدیم که مقاومت میشده، تو خیلی از نقاط مقاومت شده. اینجوری نبوده همون اول بگن بفرمایید بیایید داخل. اما حالا از این قضیه که بگذری، مسئله تسلیم پیش میاد. اینکه چی شد که نظامی های ایران تصمیم گرفتن تسلیم بشن؟ چیزی که میدونیم اینه که خب رضا شاه کلا مخالف تسلیم بود و گفته بود که باید بجنگیم، تسلیم شدنی در کار نیست. اما وقتی خبر رسید بهش، خبردار شد که فرماندهان ارشد ارتش ایران جلسه گذاشتن و اعلام کردن که به سربازاشون اعلام کردن دیگه برگردن از جنگ، برگردن برن خونه هاشون، برگردن به پادگان و دیگه قید جنگ رو بزنن و آتش بس اعلام بشه، خب خیلی عصبانی شد رضا شاه. توی کتاب عباس میلانی نگاهی به شاه ذکر شده که از تیمسار نخجوانی خواست که احضارش کرد که بیاد و اونجا خیلی بد با نخجوانی حرف زد، چون نخجوانی گویا مثلا مغز متفکر این قضیه بوده که این آتش بس اعلام بشه. و حتی محمد رضا شاه گفته که میخواسته با اسلحه کمریش، پدرم میخواسته نخجوانی رو بزنه که من جلوش رو گرفتم. حالا نخجوانی اولین رئیس نیرو هوایی ارتش، آدم خیلی گردن کلفتی، دوره خلبانی دیده بوده، اول از همه آدم با جربوزه‌ای بوده، یه تبریزی با غیرت بوده و دوست بچگی محمد رضا شاه هم بوده. یعنی حتی یه جاهایی به عنوان دستیار محمد رضا شاه، البته موقعی که محمد رضا پهلوی ولیعهد بوده، شاه نشده بوده، به عنوان مثلا دستیارش جاهایی کار می‌کرده، دوست بودن با هم. منتها نخجوانی جواب میده که اعلی حضرت خود ولیعهد هم موافق بود. یعنی مشخص میشه که محمد رضا پهلوی موافق بوده که تسلیم بشن و قید جنگ رو بزنن. خیلی قضاوت این مسئله سخته، خیلی تحلیلش سخته. یعنی نمیشه کلی گفت که آقا تسلیم شدن مثلا خیانت بوده، یا نمیشه گفت که اینکه رضا شاه میگفته جنگ ادامه پیدا بکنه حتما تصمیم درست بوده. میدونید تا تو اون موقعیت نباشید و از در کنار اینکه تو اون موقعیت نباشید باید ببینید آینده چی پیش میاد. خب توی این وضعیت که نیروهای خارجی اومدن خیلی از مناطق رو تصرف کردن، عملا به اون هدفی که دارن میتونن برسن. همون روز دوم سوم ارتش انگلستان و ارتش شوروی تو قزوین به هم رسیدن، عکساش هست، با هم دیدار کردن، رسیدن به هم، رژه رفتن، یعنی به اون هدف رسیده بودن. حالا انگلیس میتونست از طریق راهن، از طریق جاده‌های شوسه مهمات و نیرو بفرسته برای شوروی، از چاهای نفت دیگه مال خودش کرده بود تو اون دوره، وحسای اهداف آلمانی ها رو داشت بیرون میکرد از کشور، کلی جاسوس آلمانی دستگیر کرد. بنابراین اون اتفاق افتاده بود دیگه، ادامه جنگ اصلا منطقی نبود، فقط جوانای کشور کشته میشدن. به نظرم منطقی تر این بود که تموم بشه جنگ. این میگم جزء اون مسائلی که باید تحلیل بشه، هر کسی میتونه نظر خودش رو داشته باشه، ولی قضاوت و تحلیلش سخته، نمیشه
به راحتی این کار رو انجام داد. شاید تحلیل منم اشتباه باشه. بنابراین این موضوعیه که باید خیلی دقیق تر بهش پرداخته بشه و امیدوارم بتونم در آینده منابع بیشتر و بهتری گردآوری بکنم و ببینیم که آیا واقعا تسلیم شدن به نفع بود، یا اگر ارتش ایران مثلا موفق میشد یه 2-3 روز دیگه کش بده این جریان رو، اون موقع ارتش هیتلر به کمک ایرانی ها می اومد و اصلا ورق برمیگشت. اینو باید ببینیم چی بوده، چون ساعت و حتی دقیقه مهمه توی این نبردها. این نیست که یعنی ما راحت نمیتونیم بگیم یه هفته، یه ماه، 2 ماه ادامه میدادن. ساعت ها تعیین کننده بوده و این رو حالا بعدتر بهش میرسیم. خب خیلی ممنونم که تا پایان این کلیپ همراه هم بودید. منتظرم ببینم نظر شما چیه، هم در مورد اینکه ارتش ایران مقاومت کرد، کشته داد، شهید داد، کلی از تانک ها و هواپیماها و کشتی ها و ناوهای ایرانی رو زدن، خیلی از سربازا رو متاسفانه کشتن، و از اون طرف مسئله تسلیم باید ببینیم چه جوری بوده. بخوام ببینم نظر شما چیه، حتما نظر بدید. خیلی ممنونم و فعلا خدا نگهدار.